یاور خاموش کن. سلام افغانستان، وقتت بخیر. امروز 24 آگوست 2023 هست. من محمد رضا احمدی و بالاخره میتونم بگم که ما سفرمون رو آغاز کردیم. با کمک شما مردم نزدیک به $100,000 آمریکایی کمک جمع شد و همه چیز آماده هست برای اینکه بریم و جایگاه خودمون رو به دست بیاریم. ما سفرمون رو شروع میکنیم به سمت گمرک نیمروز. تو این حین یک قولی هم داده بودیم سفر ولایتیمون رو هم به ولایتایی که میتونیم سفر میکنیم و دعای مردم رو میگیریم. واقعا به این نیاز داریم. همه چیز خوب هست به جز یک مورد. یک قانون عجیبی هست که میگه صادرات موتر از افغانستان بند هست. احتمالاً مربوط به گذشته ها بوده که انتظار نداشتن افغانستان موتر بسازه، ولی خب الان همه چیز عوض شده. 5 روزی هست که داریم کار میکنیم روش که یک راه حلی برای این پیدا کنیم، ولی خب پروسه بوروکراتیک زمان بر هست. امیدوارم تا زمانی که سفر ولایتیمون تموم میشه و ما میرسیم به گمرک نیمروز این مشکل واقعا حل شده باشه، چون هر یک روزی که از دست میدیم واقعا شانس حضورمون رو توی این نمایشگاه از دست میدیم. این نمایشگاه آخرین فرصت برای شرکت ما و شاید افغانستان باشه. ممنون. تو این سفر سعی میکنیم روزانه به تناوب شما رو در جریان این سفر و این سفر ولایتی بذاریم. ممنون.